آشنایی با انواع مدل‌های مرسدس بنز. سری اول سری سی کلاس، کامپکت ترین سری سدان بنز. برای کسایی که دنبال ظاهر لوکس، مصرف معقول و رانندگی شهری هستند. نمونه های این مدل 380 هست که اقتصادی تره، 300 که متعادل و پرفروشه و 300 که اسپورت تره و موتور قوی تری داره. مدل های بعدی ای کلاس هستن. یه حالت میانه رو دارن، نه خیلی بزرگن و نه خیلی جمع و جور. مناسب برای مصرف کاری و خانوادگی سطح بالا. نمونه هاش ای 200 که کلاسیک و محبوب تره، ای 300 یک تعادلی بین قدرت و امکانات و ای 350 که نسخه هایبریده. مدل های بعدی اس کلاس، لوکس ترین سدان مرسدس، جایی که مرسدس تکنولوژی های آینده رو توش میاره. نمونه هاش اس 500 که یک لاکچری پرطرفداره، اس 580 که هایبرید ملایم با موتور قدرتمندتره و میباخ اس 680 که نسخه فول لوکس برای ثروتمنداست. مدل های بعدی جی کلاس، شاسی بلند افسانه‌ای، ظاهر ارتشی، قلب لاکچری. نمونه هاش جی 500 که یک نسخه کلاسیکه، جی 63 که معروف ترین، قوی ترین و گرون ترینه و جی 350 دی که دیزلی و اقتصادی تره. مدل های بعدی AMG هست. زیر مجموعه تیونینگ مرسدس، قدرت بیشتری داره، صداش جذاب‌تره و ظاهرهاش تهاجمی هست. نمونه هاش 363 AMG که یک سدان خشمگینه، E53 AMG که سدان پرقدرت هایبریده، G63 AMG که یک شاسی بلند پرچم داره و مدل های آخر EQ، مدل های تمام برقی مرسدس. این مدل آینده این برنده. نمونه هاش EQA که برقی کامپکته، EQE که برقی کلاس E و EQS که سدان پرچمدار تمام برقی مرسدس محسوب میشه.